من امروز توی سرکارم با یه خانم حدوداً 60 ساله یه بحثی رو کردم، گفتم بیا اصلا اینو پستش کنم. این خانم خیلی اصرار داشت که نسل جدید نسل بی بند و بار، بی اعصاب، بی مسئولیت. گفتم که چرا به نسل جدید میگی بی بند و بار؟ اون نیازی که توی شما هست توی نسل جدیدم هست، ولی شما به اون نیازتون توی سن 20 سالگی توی یه چارچوب امن به اسم ازدواج پاسخ داده شده، ولی نسل جدید شرایط ازدواج رو نداره، نمیتونه ازدواج کنه. اینکه بی‌عصابیم به خاطر اینه که ما پر از نرسیدن و نشدنیم، ما پر از غیر ممکنیم. میگی نسل جدید اصلا دیگه با هم نمیسازن. نهایت ساختن شماها این بوده که 2-3 سال خونه پدر شوهرتون زندگی کردین دیگه. بعد 2-3 سال اومدن گفتن خب برات خونه خریدیم یا اصلا برات رهن کردیم، اجاره کردیم. ما اگه 3 سال کار کنیم ماهی 100 میلیون تومان درآمد داشته باشیم و خرجمون رو یکی دیگه بده، یعنی دست به این 100 تومان نزنیم، تورم کشور صفر باشه، بعد 3 سال با این پول میتونیم یه جا مسکن مهری چیزی تو حومه شهر پیدا کنیم اگه بشه. اینکه مثلا نمیدونم ما 100 خورده پول گوشی میدیم به خاطر اینه که نمیشه با اون هیچ کاری، که ما با 100 خورده حتی نمیتونیم دندونامون رو درست کنیم. شما میگی که شوهر من تا 30 خورده سالگی 3 بار فقط ورشکست شد. آفرین، دقیقا ما حتی نمیتونیم ورشکست شیم چون ما چیزی برای به دست آوردن نداریم که ورشکست شیم. ما توی سیاهی کامل داریم جلو میریم، حرفی نمیزنیم. ما خیلی از شما شجاع‌تر و بهتریم و توانمندتر. ما میدونیم این کارهایی که میکنیم شاید به هیچ جایی نرسه، ولی هر روز اون کارو انجام میدیم. سعی میکنیم که با یه چیزای خودمون رو سرگرم کنیم، مثلا با مهمونی خودمون رو سرگرم کنیم، با ورزش کردن خودمون رو سرگرم کنیم که متوجه این نشیم که وای واقعا همه چی بده. دیگه اینجوری نگینا.